به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با شرایطی متفاوت شروع میکنیم. قراره من از این به بعد زندگی نامه برندهای مختلف رو برای شما بخونم. امروز برند پورشه چه بود و چه شد؟ داستان زندگی فردیناند پورشه از نوجوانی خستگی ناپذیر با علاقه بی حد به برق و ماشینالات تا مهندسی نوآور که مسیر صنعت خودروسازی را در اروپا متحول کرد. رد پای او را از کارگاه‌های کوچک اتریش تا شرکت‌های بزرگ و پروژه‌های جاه طلبانه دنبال می‌کنیم. لطفاً با من همراه باشید تا این پادکست زیبا رو تقدیمتون کنم. فردیناند پورشه 3 سپتامبر 1875 به دنیا آمد و 30 ژانویه 1951 از دنیا رفت. یک طراح مشهور خودرو، تانک و موتور خودرو اتریشی آلمانی بود که شرکت‌های پورشه و فولکسواگن را بنا نهاد. پادشاهی بوهم اتریش مجارستان بوده، زاده اون پادشاهی بوده. در گذشتش هم که در اشتوتگارت آلمان غربی بوده. ملیتش آلمانی و اتریشی بوده. پیشه‌هاش مهندسی خودرو و طراح موتور هستش و شناخته شده برای مخترع اولین خودرو دوگانه بنزینی برقی لونر پورشه هستش. آثار برجستش هم بنیانگذاری پورشه، مرسدس بنز SSK، تیگر 1، تیگر 2 و فولکس قورباغه‌ای الفانت هستش. فرزندانش هم فری پورشه هستن و جوایزش هم جایزه ملی دانش و هنر آلمان در سال 1938 بهش صلیب لیاقت در جنگ رو اهدا کردند. فردیناند پورشه در سال 1875 در بوهم در اتریش مجارستان به دنیا آمد. پدر وی لوله‌کش بود و وی از کودکی به مهندسی علاقه نشان داد. وی در سال 1951 درگذشت. او در سال 1923 به همراه خانواده به اشتوتگارت رفت، چرا که پدر باید در کارخانه دایملر مشغول به کار میشد. فردیناند پورشه همانند پدر خود علاقه شدیدی به خودرو داشت و همین علاقه بود که به خلق یک شاهکار دیگر در دنیای خودروها منجر شد. پدر او در سال 1931 کارخانه پورشه رو در اشتوتگارت تأسیس کرد تا در آن به طراحی و ساخت خودرو مشغول شود. وی ریاضیات را در مدرسه و مکانیک را در کارگاه پدر آموخت. دوران جوانی فردیناند مصادف بود با به قدرت رسیدن هیتلر در آلمان و فراخوان او برای بازسازی صنایع. هیتلر می‌خواست که آلمان سریع‌ترین خودروها را بسازد. بنابراین کارخانه‌های خودروسازی را از کمک‌های دولتی برخوردار کرد و پدر فردیناند پورشه نیز از این مساعدت‌ها سهم می‌برد. او توانست مدیریت کارخانه‌هایی چون اوتو یونیون و واندرر را بر عهده گیرد. در سال 1933 نخستین خودرو پورشه با یک موتور 16 سیلندر 4.5 لیتری و شاسی آلومینیومی ساخته شد. قرارداد پورشه با اوتو یونیون در سال 1938 به اتمام رسید و او بیشتر وقت خود را صرف طراحی ماشینالات جنگی کرد. با پایان جنگ پدر و پسر به اسارت فرانسوی‌ها درآمدند. فرانسوی‌ها برای آزادی هر کدام از پورشه ها 500,000 فرانک مطالبه کردند. ولی بضاعت مالی خانواده پورشه تنها اجازه پرداخت وثیقه یکی را میداد. بنابراین پسر در ماه ژوئیه 1946 آزاد شده و به اتریش بازگشت. ولی پدر در اسارت فرانسوی‌ها باقی ماند. او پس از بازگشت سعی کرد تا کارخانه پدری خود را بازسازی کند، ولی از سوی نیروهای اشغالگر منع شد.
این امر باعث شد تا وی به شهر بومون کارینتیا در کرنتن اتریش برگردد تا با کمک خواهر خود کارخانه جدید برای ساخت پمپ آب و لوازم لوله کشی تأسیس کند. عقد قرارداد با برخی کارخانه‌های خودروسازی باعث شد تا وسوسه ساخت یک خودرو به جان فری بیفتد. در ذهن فردیناند چیزی از قلم افتاده بود و آن رویای پدر برای طراحی یک خودرو اسپورت بر مبنای فولکس واگن قورباغه‌ای بود. خودرویی که بدین شکل در سال 1947 طراحی شد. اسمش پورش تایپ 356 نامگذاری شد. این مدل از یک موتور 4 سیلندر هواخنک با قدرت 40 اسب بخار نیرو می‌گرفت که در قسمت عقب خودرو نصب شده بود. پورش تایپ 356 اولین خودرویی بود که به نام پورشه مزین گشت. در سال 1949 به اشتوتگارت برگشته و کارخانه پورشه را در آنجا بنیان نهاد و برای کارخانه خود آرم شهر اشتوتگارت را انتخاب کرد. او در سال 1963 خودروی افسانه 911 را طراحی کرد و با این کار اولین خودروی اسپورت دنیا تولید شد. برخی از نوآوری‌های پورشه در خودروسازی: او یک کشنده با قوه پیشبرنده ترکیبی ساخت که می‌توانست 10 تریلی یدکی به وزن هر کدام 2 تن را بکشد. کشنده ساخت پورشه می‌توانست با سرعت 18 کیلومتر در ساعت به پیش برود که بعدها در جنگ جهانی دوم از برخی نمونه‌های آن بهره برداری شد. برخی از نوآوری‌های وی در صنعت خودرو عبارتند از ترمز جداگانه برای 4 چرخ، خنکسازی خودرو با هوا، کمک فنر لوله‌ای، طراحی شمار زیادی باتری، بهره‌گیری از دینام در موتورهای بنزینی، خودروی آبی خاکی و غیره اشاره کرد. یکی از نخستین طرح‌هایی که انقلابی در ساخت و تولید اتومبیل پدید آورد فنر لوله‌ای بود که پورش و همکارانش کار را طراح وی آن را طراحی و پیاده کردند و فنرهای ورقه‌ای و میله‌ای را که در آن زمان رایج بود از رونق انداختند. پروانه ساخت این فنر به کارخانه‌های اتومبیل سازی سیتروئن، استاندارد، ولوو، آلفا رومئو و غیره فروخته شد. هانس پرت، یک متخصص آلمانی اتومبیل، یک روز درباره پورش و فنر اختراعی او گفت: حتی اگر او این فنر را اختراع نمی‌کرد، باز هم نامش به عنوان یک مخترع و سازنده بزرگ برای همیشه در تاریخ ثبت می‌شد. پورش و رایش سوم. هنگامی که رایش سوم به رهبری آدولف هیتلر در آلمان نیرومند شد، وعده هر آلمانی یک خودرو را به همه مردم داد. خود هیتلر هم علاقه شدیدی به رشد صنایع خودروسازی از خود نشان میداد و آینده اقتصادی آلمان را در گرو رشد صنایعی مانند خودروسازی میدید. از این رو فراخوانی برای طراحی و ساخت یک خودروی ارزان قیمت داده شد و همه کارخانه‌ها از جمله پورشه در آن شرکت کردند. طرح‌های پورشه برای ساختن یک اتومبیل ارزان قیمت بیشک از جمله جالب‌ترین طرح‌های وی بوده است. نخست از آن رو که موتور به جای آب با هوا خنک می‌شد. دوم آنکه موتور در بخش پشت و با فاصله از شاسی قرار داشت. 4 سیلندر خوابیده اتومبیل 2 تا در برابر هم جای داده شده بود. این دگرگونی‌ها و نوآوری‌ها چنان کارشناسی شده و درست بود که همچنان با توجه به همه پیشرفت‌هایی که در اتومبیل سازی به دست آمده معتبر هستند. همچنین برخی از گفته‌ها حاکی از آن است که خود هیتلر هم در طراحی اتاق فولکس واگن نقش داشته و نقاشی هم در این باره به او منسوب است.
طرح پورشه مورد توجه شخص هیتلر و وزیر صنایع آلبرت اشپر قرار گرفت و خودروی فولکس واگن یا آنگونه که در ایران میشناسیم خودروی فولکس قورباغه‌ای با سرمایه‌گذاری گسترده دولت رایش سوم زاده شد. از این رو پورشه را پدر فولکس واگن می‌دانند. فولکس واگن در زبان آلمانی به معنی خودروی مردم است. در 1936 نخستین سری 30 تایی از خودروهای فولکس واگن آماده آزمایش پایانی بودند. آزمون پایداری و استحکامی که در آن خودروها میبایست در جاده‌های کوهستانی نزدیک به 2 میلیون کیلومتر راه می‌پیمودند. این آزمایش دشوار و بی‌سابقه و در جهان برای نخستین بار انجام پذیرفت. هدف دولت ناسیونال سوسیال این بود که بیش از 1 میلیون اتومبیل فولکس واگن ساخته شود. اما در اروپا کارخانه‌ای با چنین زیرساخت بزرگی برای ساخت این شمار خودرو وجود نداشت. از این رو پشت برای جستجوی زیرساخت‌های بهتر دوبار به ایالات متحده رفت. این امر حکومت ناسیونال سوسیالیست را که بنیانگذار این اندیشه بود ناخرسند کرد. به زودی برپایی ساختمان کارخانه‌ای پیشرفته به نام فولکس واگن در نزدیکی روستای وولفسبورگ شهر وولفسبورگ کنونی در ماه می 1938 آغاز گردید. ساخت کارخانه در اکتبر 1939 به پایان رسید، ولی آغاز جنگ جهانی دوم موجب شد که این کارخانه نیز همچون ده‌ها کارخانه دیگر به کمک جبهه‌های جنگ بپردازد. پس از آغاز جنگ، رایش سوم که در کشف و بهره‌گیری از استعدادها زبانزد دوست و دشمن است، پورش را به سمت رئیس کمیسیون زرهی وزارت تسلیحات گماشت. او با نبوغ و نوآوری سرشتی خود توانست به زودی فولکس واگن را با نیازهای ارتش همراستا کند و اتومبیل جنگی به نام آلمانی یعنی کوبل واگن را بسازد. این اتومبیل جنگی مانند فولکس واگن دارای موتور هواخنک بود و چه در زمینهای سرد و یخزده روسیه و چه در بیابانهای خشک و خشن شمال افریقا کمک زیادی به ارتش آلمان نمود. نمونه دیگری از همکاری فولکس واگن با نیازهای جنگی آلمان هیتلری واگن به زبان آلمانی خودروی شناور بود که دارای یک پروانه و موتوری ضد آب بود. این خودرو که انقلابی در طراحی خودرو در نزدیک به 100 سال پیش بود، هم در آب و هم در خشکی راه می‌پیمود و به تیراژ نزدیک به 17,000 دستگاه از آن تولید شد. در سالهای جنگ دفتر پژوهشی پورش در اشتوتگارت به یک سازمان پژوهشی بزرگ تبدیل شد و دارای کارخانه مستقل تولید خودرو بود که این هم از میراث امپراتوری رایش سوم آلمان نازی است. همچنین پورش انواع و اقسام خودروهای جنگی و حتی یک تانک 18 تنی به نام الفانت را نیز در کارخانه‌های زیر نظر خود ساخت و با اعتقادی که شخصاً به هیتلر و آینده آلمان داشت، آنها را در اختیار ارتش آلمان قرار داد. پایان جنگ جهانی و اسارت، نزدیکی او به دولت ناسیونال سوسیالیست و به ویژه به کارگیری کارگران اسیر در کارخانه‌های زیر نظر خود سبب شد پس از شکست آلمان در جنگ جهانی دوم به همراه پسرش در آغاز توسط نیروهای امریکایی دستگیر شده، ولی پس از چند ماه آزاد گردید. اما برای بار دوم توسط فرانسوی‌ها دستگیر و زندانی گردید و این بار مدت 2 سال در زندان به سر برد و کارخانه او در اشتوتگارت تحت مدیریت نیروهای متفقین قرار گرفته و سرانجام در سال 1947 از زندان آزاد شد. پورش و بازگشت به میدانها. با این حال پورش که یک صنعتگر شکست ناپذیر بود، با استعداد ذاتی و قدرت آفرینشش بر هیجانات روانی ناشی از شکست و رنج دوران زندان
و تبعید چیره گشته و بار دیگر به کار روی آورد. اندک اندک فردیناند پورشه دوباره دست به کار شد و این بار نیز مانند گذشته به جستار مورد پسند خود یعنی موتور خودرو روی آورد. در آغاز تلاش کرد یک اتومبیل اسپورت 8 سیلندر بسازد. به زودی پژوهش‌ها به پایان رسیده و سال بعد شرکت فولکس واگن که دوباره زنده شده و کار خود را آغاز کرده بود تولید آن را استارت زد. پورشه از هر خودروی تولیدی فولکس واگن بخشی را به عنوان درصد طراحی دریافت می‌کرد. به زودی خودروی پورش آنچنان نام و البته اعتباری در سراسر اروپا پیدا کرد که همه کارشناسان این اتومبیل را بهترین اتومبیل اسپورت به شمار آوردند و خود پورشه کارخانه‌ای برای ساخت اتومبیل در اشتوتگارت بنا نهاد و نماد خود را هم از پرچم آن ایالت برگزید. فردیناند پورشه مهندس خودرو اتریشی آلمانی و بنیانگذار شرکت خودروسازی پورش بود. او بیشتر به دلیل مشارکت در طراحی خودروهای نمادین مختلف و کارهای پیشگام خود در زمینه مهندسی خودرو شناخته شده است. اوایل کار پورشه کار خود را در صنعت خودروسازی در اواخر قرن 19 آغاز کرد. او برای شرکت‌های مختلفی از جمله دایملر کار می‌کرد، جایی که در طراحی یکی از اولین خودروهای هیبریدی جهان نقش داشت. بنیانگذار پورشه در سال 1931 فردیناند پورش شرکت مشاوره مهندسی خود به نام پورشه GmbH را تأسیس کرد که در طراحی و مهندسی خودرو تخصص داشت. این شرکت در ابتدا روی پروژه‌های طراحی برای دیگر خودروسازان کار می‌کرد. فولکس واگن بیتل یکی از مهمترین دستاوردهای پورشه مشارکت او در توسعه فولکس واگن بیتل بود که توسط دولت آلمان در دهه 1930 سفارش داده شده بود. طراحی ساده و با دوام بیتل آن را به خودروی نمادین و بسیار موفق تبدیل کرد. پس از جنگ جهانی دوم پسر فردیناند پورش فری پورشه میراث پدرش را ادامه داد و اولین خودروی پورش را به نام پورش 356 طراحی کرد. این خودروی اسپورت پایه و اساس موفقیت آینده برند پورشه را گذاشت. فردیناند بوتسی پورشه نوه فردیناند پورشه پورشه افسانه 911 را طراحی کرد که در سال 1963 معرفی شد. 911 به نمادی ماندگار از این برند تبدیل شد و یکی از شناخته شده ترین خودروهای اسپورت در تاریخ است. تأثیر فردیناند پورش بر صنعت خودرو را نمیتوان دست کم گرفت. تأکید او بر مهندسی نوآورانه، طراحی کارآمد و عملکرد پایه بسیاری از اصولی است که خودروهای اسپورت مدرن و وسایل نقلیه با عملکرد بالا از آن پیروی می‌کنند. شرکت پورشه که توسط فردیناند پورشه تأسیس شد، از آن زمان به تولید کننده پیشرو در خودروهای اسپورت و شاسی بلندهای لوکس تبدیل شده است. طیف گسترده‌ای از مدل‌های نمادین را تولید کرده است که به دلیل عملکرد برتری مهندسی و طراحی متمایز شناخته شده‌اند. مشارکت فردیناند پورش در مهندسی خودرو همچنان مورد تجلیل قرار می‌گیرد و میراث او از طریق موفقیت و نوآوری مداوم برند پورشه زنده می‌ماند. فردیناند پورشه در 3 سپتامبر 1857 در مافرسودورف شهر کوچکی در جمهوری چک کنونی به دنیا آمد. او علاقه اولیه خود را به مکانیک و مهندسی نشان داد که در نهایت باعث شد تا حرفه‌ای را در زمینه نوظهور مهندسی خودرو دنبال کند. پورشه پس از اتمام تحصیلات خود کار خود را در شرکت‌های مهندسی مختلف آغاز کرد و در جنبه‌های مختلف صنعت تجربه کسب کرد. او در سال 1906 به شرکت آسترو دامیلر پیوست و در آنجا در طراحی برخی از وسایل نقلیه نوآورانه شرکت
مشارکت داشت. یکی از دستاوردهای قابل توجه پورشه در این دوران توسعه لونر پورشه میکس هیبرید بود. یک خودروی هیبریدی اولیه که یک موتور احتراق داخلی را با موتورهای الکتریکی ترکیب می‌کرد. این مفهوم نوآورانه رویکرد آینده‌نگر او را در طراحی خودرو به نمایش گذاشت. در سال 1931 پورشه شرکت مشاوره مهندسی خود به نام پورشه GmbH را در اشتوتگارت آلمان تأسیس کرد. این شرکت در ابتدا بر پروژه‌های طراحی و مهندسی برای سایر خودروسازان متمرکز بود. با این حال یکی از مهمترین نقاط عطف در حرفه پورشه در دهه 1930 بود، زمانی که دولت آلمان به او مأموریت یافت تا یک ماشین مردمی یعنی فولکس واگن را طراحی کند که منجر به توسعه فولکس واگن بیتل شد. مشارکت پورشه در طراحی فولکس واگن بیتل نقش مهمی در شکل دادن به منظره خودرویی آن زمان داشت. طراحی عملی مقرون به صرفه بودن و قابلیت اطمینان بیتل باعث محبوبیت فوق‌العاده‌ای در آلمان و سراسر جهان شده است. پس از جنگ جهانی دوم پسر فردیناند پورشه، فری پورشه، میراث مهندسی خانواده را ادامه داد و پورشه 356 که توسط فری پورشه طراحی شده است آغاز سفر برند پورشه به عنوان تولید کننده خودروهای اسپورت بود. موفقیت پورشه 356 راه را برای ایجاد پورشه 911 همراه کرد، مدلی که مترادف با این برند و نمادی از خودروهای اسپورت با کارایی بالا خواهد بود. فردیناند پورشه در 3 ژانویه 1951 درگذشت و میراثی ماندگار در صنعت خودرو از خود به جای گذاشت. تأکید او بر نوآوری، برتری مهندسی و طراحی زیبا همچنان بر نحوه طراحی و ساخت خودروها تأثیر می‌گذارد. شرکت پورشه‌ای که او تأسیس کرد همچنان یک بازیگر اصلی در بازار خودروهای اسپورت لوکس است و به دلیل تولید وسایل نقلیه‌ای شناخته می‌شود که چشم‌انداز او را در زمینه ساخت با کارایی بالا و با کیفیت نشان می‌دهد. زندگی حرفه‌ای فردیناند پورشه با کمک‌های متعدد به صنعت خودرو از جمله کار او در مورد اتومبیل و شرکت‌هایی که با آنها مرتبط بود مشخص شد. در ادامه به برخی از آثار و دستاوردهای قابل توجه وی در زمینه خودرو و شرکت‌ها اشاره می‌کنیم. شرکت لونر پورشه میکس هیبرید که در دهه 1900 به وجود اومده، پورشه هنگام کار در شرکت آسترو دایملر میکس هیبرید اینو به وجود آورده، یک خودروی هیبریدی اولیه که یک موتور بنزینی را با موتورهای الکتریکی ترکیب می‌کرد. این طراحی نوآورانه مهارت‌های مهندسی و رویکرد آینده‌نگر او را به فناوری خودرو به نمایش گذاشت. فولکس واگن بیتل یکی از مهمترین کمک‌های پورشه مشارکت او در طراحی فولکس واگن بیتل بود که اغلب از آن به عنوان ماشین مردم یاد می‌شود. در دهه 1930 دولت آلمان به او دستور داد تا یک خودروی ساده مقرون به صرفه و قابل اعتماد بسازد که برای عموم قابل دسترس باشد. نتیجه بیتل نمادین بود که به یکی از پرفروش‌ترین خودروهای تاریخ تبدیل شد. پس از جنگ جهانی دوم پسر فردیناند پورشه، فری پورشه، پورشه 356 را طراحی کرد. اولین خودرویی که نام پورشه را یدک می‌کشید و اسپورت بود. پورشه 911 شاید نمادین‌ترین کار فردیناند پورشه، پورشه 911 باشد که توسط فردیناند بوتسی پورشه، نوه فردیناند پورشه طراحی شده است. شرکت پورشه ماندگارترین میراث فردیناند پورشه شرکتی است که او تأسیس کرد. در حالی که او ابتدا این شرکت را به عنوان یک شرکت مشاوره مهندسی تأسیس کرد، بعداً به یک خودروساز تمام عیار تبدیل شد. شرکت پورشه به تولید خودروهای اسپورت نوآورانه و با کارایی بالا ادامه داد و بر اساس اصول مهندسی فردیناند پورشه بنا شد.
پورشه در طول زندگی حرفه‌ای خود به نوآوری‌های مختلفی در مهندسی خودرو کمک کرد. تخصص او در زمینه‌هایی مانند طراحی موتور آیرودینامیک و مهندسی شاسی گسترش یافت. تأکید او بر ساخت و ساز سبک، مهندسی کارآمد و توجه به جزئیات استانداردهایی را برای خودروهای با کارایی بالا تعیین می‌کند. فلسفه فردیناند پورش برای ترکیب نوآوری، عملکرد و عملی بودن تأثیری ماندگار بر صنعت خودرو داشت. کار او نه تنها بر طراحی خودروهای خاص، بلکه بر اصول گسترده برتری مهندسی و ساخت کیفیت نیز تأثیر گذاشت. شرکتی که او تأسیس کرد همچنان در تولید خودروهای اسپورت که چشمانداز او از عملکرد، نوآوری و طراحی پایدار را تجسم می‌بخشد پیشرو است. میراث فردیناند پورشه در صنعت خودرو بیشتر مثبت است و به دلیل مشارکت او در طراحی‌های نوآورانه خودرو و اصول مهندسی مورد تحسین قرار می‌گیرد. ارتباط او با نازی‌ها. یکی از مهمترین بحث‌ها ارتباط پورشه با رژیم نازی است. در طول جنگ جهانی دوم شرکت مهندسی پورش در توسعه وسایل نقلیه نظامی از جمله تانک‌ها و سایر ماشین‌آلات مربوط به جنگ برای تلاش‌های جنگ نازی‌ها مشارکت داشت. علاوه بر این، مشارکت او در طراحی فولکس واگن بیتل تا حدی ناشی از تمایل دولت نازی به یک ماشین مردمی برای ترویج تحرک آلمان و وفاداری به رژیم بود. پورش با اتهام سرقت ادبی یا قرض گرفتن طرح‌ها از سایر مهندسان و شرکت‌ها مواجه شده است. برخی از منتقدان استدلال می‌کنند که عناصر طراحی فولکس واگن بیتل تحت تاثیر طراحی‌های قبلی بوده و ادعاهایی وجود دارد که پورش ایده‌هایی را از کارهای مهندسان دیگر بدون اعتبار مناسب به کار گرفته است. اختلافات حقوقی بر سر حق ثبت اختراع و حقوق مربوط به برخی از طرح‌های پورشه وجود داشته است. قابل توجه است که اختلافات مربوط به حق اختراع بر روی جنبه‌های فناوری هیبریدی مورد استفاده در لون پورشه میکس هیبرید وجود داشته. در طول مشارکت پورشه در توسعه فولکس واگن بیتل نگرانی‌هایی در مورد شرایط کار در کارخانه‌ای که خودروها در آن تولید می‌شدند وجود داشت. کارگران با شرایط چالش برانگیز و دستمزدهای پایین مواجه بودند که سوالات اخلاقی را در مورد فرایند تولید به وجود آورد. بیگاری کشیدن بسیاری از شرکت‌هایی که در دوران رژیم نازی فعالیت می‌کردند، ادعاهایی مبنی بر سود شرکت پورشه از استفاده از کار اجباری وجود دارد. این یک موضوع گسترده‌تر است که به مجمع صنعتی آلمان در طول جنگ جهانی دوم مرتبط است. مهم است که هم مشارکت‌های مثبت و هم جنجال‌های موجود در زندگی هر شخصیت تاریخی را تایید کنیم، در حالی که کار فردیناند پورشه مهندسی و طراحی خودرو را پیشرفته کرد. ارتباط او با رژیم نازی و برخی نگرانی‌های اخلاقی پیرامون پروژه‌هایش را نمی‌توان نادیده گرفت. این مناقشات دیدگاه متفاوت‌تری در مورد میراث او و زمینه تاریخی که او در آن فعالیت می‌کرد ارائه می‌دهد. خب، امیدوارم از این اطلاعات بسیار زیبایی که در مورد تأسیس کننده شرکت پورش هستش و برای شما خوندم خوشتون اومده باشه و لذت برده باشید. اطلاعات خیلی بیشتری هم هستش در مورد زندگی فردیناند پورشه که من دیگه فکر نمی کنم نیاز باشه همه رو برای شما بخونم و خارج از حوصله این وایس هستش. امیدوارم که از این پادکست های جدیدی که به پادکست صدای سکوت اضافه شده خوشتون بیاد و لذت ببرید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.